همه کجونه پاجونه میخوام که همه پاگاد یادم کنه خلاص شود دخترچه در سکرات مرگای چخیل جوان مردی چخیل ختم مردک حس میکنی گهت خاک دهنت میشوه گهت خاک دهنت میشوه کلانشون کردی تا امروز آوردی چون امروز پرتافتشون من نمیدونم تا پشتی کی میپرتویش برای چی پرتافتیش سبحان الله چخیل تو مردکی تو چخیل مردکی آره پدر میپرتنگه ما گوپان بخواه اپر پدر یوردم کنه پدر مورا پرتافتنگه زنگش بزنه تلفونه بگیشه پدر برو پرتنگه ما برو نپرتنگه برو نپرتنگه برو اپا بکو بکنه کنیم مرا گلو شبرگی سے باوری ہوتا وکنا التماس ببالا فمقادی اپا میوردم کنه جوان مردی پدرش در زنگ میزنه پدرش 4 نشان میکنه تلفنشون میکشه تلفنشون نمیورداره ای با دشمن حقارتش یکس ما در زنگ نزنین والله قسم میخورم یک کسی هستی نیستی ما در فرقش نیستی التماس اپا میوردم السلام علیکم برادرای عزیز امیدوارم که خوب هستین سوخ سلامت هستین خداوند هر جایی که باشین سوخ سلامت باشین فیض برکت در خونه‌تون بریزونه برادرای عزیز باور کنین همین مسئله یک مسئله هسته که دیگه بی‌طرف شده نتونستم باور کنین ده برادرو در بعضی هم مردکو حیران میشم که کندک سینه میزنن میگه که ما مردم نکی مردی را نمیدونم در چی میبینن من حیرانم که مردی را نمیدونم در چی میبینن خب میریم سر مسئله برادرای عزیز از هر یک تای شما خواهش میکنم از هر یک تای برادرایی که میگن که الحمدلله ما مسلمان هستیم برادر هستیم مومن برادری مومن است برادرها لایک کامنتار اختونا بگذارین هر یک تای خودت برادرای عزیز فکر عقیدت بنویسون در تای کامنتار ما از شما خواهش میکنم میریم سر مسئله برادرای عزیز همین نواری که من میمونمش همین نوار شما تماشا کنین دکنسه ده برادر از شما خواهش میکنم دکنسه تماشا کنین همین نوار برادر جانو همین مادر فرزندش بیموره باید که اپراتسیش کنن هم بیموره هم باید که اپراتسیش کنن چین نمودی هسته که سبحان الله دوخه حال ای گلکه کبینین دخترک هر یک تایمو و شما دا خواهر میشه و فرزند میشه و حال امی را نگاه کنین خب همین نوجوان مردی پدرش دا من مراجعت دارم نوجوان مردی پدرش دا باور کنین این سخنای ما نیسته این سخنای همین اویله همی های سخن فرزند همی های که بیا دشمنوشا نگون بیا دشمنوشا اک نگون بیا دشمنوشا نگون اگر همین دوفر دیگه که هم ببینیم که همین یکم چیز میکنه برادرای عزیز بعد من همش میبرم بالای نوار میبرم صورتش قطعی میبرمش باورم کنین من میکنم همین کار برادران من میکنم همین فرزند همین در سکرات مرگای فرنمی دخترچه همین در سکرات مرگای هم بچه که میبینینش او بابای لنگری میگه کو والله بالله تالله قسم من همیورا نمیشناسم برادرو شما مرا правильно بفهمید من نمیشناسم مرا просто روی میکنم همین مادر گریه همین فرزند همین مرا просто برادرو روی میکنن مرا همیوخ چون زوره میکنن که نمیخیل حالت داریم نمیخیل سیتواسیون داریم دیگه نمیدونیم که کجا را بقپیم نه دو درک که میبینینش
یک دودرگمون این نوجوانمردی پدرش در زنگ میزنه، پدرش 4 نشان میکنه، تلفنشون میکشه، تلفنشون نمیورداره. ای با دشمن حقارتش یک ما در زنگ نزنین. والله قسم میخورم یک کسی هستی نیستی ما در فرقش نیستی. تا ستاره در آسمان غلطیدگی نیست که ما بگیم که اکا التماس اکاجانی خیلی نکن، اکاجانی خیلی نکن. الله زایل لعنتت میکنه کو، الله مهربان زایل لعنتت میکنه کی کو. آخی کو نمی گهت خاک دهانت میشوه، نمی گهت خاک دهانت میشوه. کلان شون کردی تا امروز آورد چون امروز پرتافتشون من نمیدونم تا پشتی کی میپرتویش برای چی پرتافتیش. سبحان الله چخیل تو مردکی، تو چخیل مردکی که وقتی که نگاه کن که نمی تو نمیگردی نگاه میکنی که اویلت در اینترنت میبینی. ریسایت کن میگردی نم خیلی نگاه میکنی که اویلت در اینترنت میبینی، در پیش یار رفیقت خودت تا چخیل حس میکنی، در پیش یار رفیقت چخیل حس میکنی. با او گرجت میکنه که اگر نوارتون در اینترنت ببرویم هم یا میکشم تونی تا تو. سبحان الله. همه قرد میگم که مردک شه. والله قسم میخورم که فردا نزد پروردگار هر د پرد رود سیاه میخیزی، هر د پرد رود سیاه میخیزی. هی برادری عزیز زورت نمیرسه. هی برادر هستم برادرایی که مودم مراجعت میکنن که برادر میگه لنگری برادر دستمون نمیرسه، خیلی خداوند امی رزق ما را کم کرده بدسته، خیلی این کنیتش باشه یکم یاردم ممکنین، یکم دستگیری ممکنین. ما الحمدلله که ما مراجعت میکنم برادرها در چین زور است، الحمدلله یاردم میکنن. شکرانه پروردگار من میبینم یاردم میکنن. نه که چخیل جوان مردی که فرزند نوزنینت زنگت میزنه دشمنات من نمیگم، تلفن هم میکشی و جس میکنی که حالا اون که دخترچت در سکرات مرگای. چخیل جوان مردی، چخیل ختم مردک حس میکنی، چخیل مردکین. ما ایتاریا بسیار هم برادرای عزیز والله قسم میخورم که این خیلی به حد بسیار به حدی بد بسیار. ما چندین توشا گفتگیم، چندین توشا برآوردگیم. ما همون خرطان میگم که از خدا بترسین، از خدا شرم کنین. 3-4 تا را کردین دوردین داده سی مادر بعد می پرتینش میگریزین میرین. از الله بترسین، از روز قیامتون بترسین. من همون خگابتون میگم که از روز قیامتون بترسین که فردا یورا همش جواب میگین. همین دو درک پگه کلان میشود تو مردکی کلانو پیر میشه. پگه چخیل همین تراد نگاهت کنه، چخیل بعد میگوی نگاه هم نکردی دوی بعد بخدا قسم دوی تو دستری قرد هم زگیه دوی تو یگم کسا نمیگیره، یگم کسا دوی همین خیل توری پدر یگم کسا نمیگیره. بچه تا امروز یورا چیکارش کرده سای راشون او زورت نمیرسه برادری عزیز، زورت نمیرسه. یک تلفنک تور دار بچه جان بگو زورم نرسیده است بچه جان دستی نورسا دارم کارم بیزی بای بچه جان در حقش دعا که انشالله راید میکنه میشوه. از خدا بترس برادر، از خدا بترس برادر عزیز. الله شاهده هر کاری که میکنم به خاطر الله میکنم. یگم تایمی اومده یگم سون فایده نیست، یگم ایله که کمیتر شما والله بالله تالله قسم میخورم قسم حانیسیه برادر عزیز فایده نیست. پروست همه چیز پهن میشوه همه را تماشا میکنند. سبحان الله ما حیرانم که مردکو در حسرت فرزند میمرن، اسم میزنن اوسم میزنن مهنت میکنن، چی کارایی نمیکنن که صاحب فرزند شوند. خداوند فرزندکای نازنین دو داید زورت نمیرسه دستت نمیرسه کار نداری برادری عزیز خطیت تلفنشو نوردار بگو بچه جان دختر جان خی میکنیم همش خوب میشوه، همش نغز میشوه.
از الله بترس. همه قرد میگم که از روز قیامتت بترس. از روز قیامتت بترس که این زنی که در نکاحی تو فردا جواب میگوی. این زنی که در نکاحی تو فردا جواب میگوی. نفقه‌ش نمیتی، نه نفقه فرزندوتا. من نمیدونم دیگه چی بگم. من قرد میگم که از الله بترس. الله شاهده. نوار دیگه هم در یک نوارایی میکنیم که دیگه نمیدونی کجا را بقپی. برای اونقدر از خدا بترس. اگرجت نکن که میکشم. اگرجت نکن که میکشم. سبحان الله نگاه نمیکنی، میگه زبان دست دغر درازه، نه نگاه میکنی، نه میخرانی، نه میپشونی، او میکشته دسته. از خدا بترس. اینا با میلیون بار میگم که از خدا بترس برادر. کسی هستی نیستی، من نمیشناسم، من یگم تو نمیشناسم، من میگم که از خدا بترسین. خداوند نگهبان تو باشه برادر عزیز. همه کرته همه مادرای همه چیزوش همه مادر خدشه. خداوند نگهبان تو باشه. با کمک همه شما من نیاز دارم. من همه شما احترامانا خواهش میکنم فرزند من دستگیری کنی. اینجا را نشینم در بدر میگردم، جای رفت ندارم. مبلغ در کاره که فرزند ملی چه نکنم، توبت کنم. ای همه شما خواهش میکنم در سر هر یک جای نماز دعا میکنم دقتون فرزندی مرا دستگیری کنین. ای حساب شرایط نداشتم فرزندی مرا به بچه او حال فرومده. ای همه تونیدی حالا خواهش میکنم فرزندی مرا کمک کنه. با کمک شما من نیاز دارم.